شروع باز یک هفته نو رو برایتون شد باش. میگم بینندگان خوبی، من شعله گل خوجه هستم. همه روزه با خبر تازه ساعت 10 با وقت پراگ، 12 با وقت مسکو و 14 با وقت دوشنبه در تقدیم سرخط خبرها در کنارتون. و البته چون همیشه بخش از این صحبت ها رو من همه روزه به پاسخ دادن به سوال های شما بینندگان عزیز میبخشم که در زیر نوارهای ما نوشته میکنید و همزمان از قرب روبل روسی نیز در پایان صحبت یادآوری میکنم و یک اعلان دیگر نیز داریم به شما مهاجران عزیز و امیدوارم ما را تا پایان صحبت همراهی خواهید کرد. شهرداری خوجند دستور داده است ساکنان خانه‌های زمینی برای خوراکپزی و گرم کردن منزل‌هایشان از انگشت و هیزم استفاده برند، نه از دستگاه‌های برقی. در این باره از پلوس از قبل سخنگوی شهرداری مأمور یوسفزاد نوشته است. به قبل منبع مسئولین عهدهدار شدند که با مردم در این زمینه صحبت کنند، زیرا در صورت صرفه‌کارانه استفاده نشدن برق احتمال دارد که در فعالیت دستگاه‌های برق تامین کنی خوجند مشکلات پیش آید. دستور شهرداری خوجند در حالی است که آخر هفته گذشته امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به هنگام به استفاده دادن بینای تعمیر شده کاخ وحدت در دوشنبه به موضوع تامین اهالی با برق داخل کرد. او گفت با در نظر داشت افزایش طلبات به قوه برق باید در کشور از مصرف زیادتی نیرو، استفاده دستگاه و تجهیزات خودساخت و سیر مصرف جلوگیری کرده شود. باید گفت در چند هفته اخیر زمانی که در سراسر جمهوری تامینات برق منظم نبود، ساکنان بلند آشیانه ها نیز برای روزگذرانی خود در منزل‌هایشان پیچ‌های بابایی گذرانده هیزم و دیگر انواع سوخت را ذخیره کردند. در این باره البته شما میدونید که ما چندین دفعه گزارش دادیم، از جمله از ولایت سوخت و شرکت برق توجیک وعده داد که از 10 دکبر این سال در کشور برق کشی نمی‌شود و ساکنان هم باید برق را صرفه‌کارانه استفاده نمایند. در یک پژوهش در کشورهای آسیای مرکزی 81% زنان و دختران پرسیده شده گفتند در تاکسی با آزار و خشونت روبرو گردیدند. تحقیقات مذکور با مساعدت اینستیتوت انعکاسی مسائل جنگ و صلح و رسانه خبر آزیا در ماه اکتبر امسال گذرانده شده است. در نظر پرسی 400 نفر از زنان و دختران از 18 تا 28 ساله از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان شرکت کردند. به گفته مؤلفان تعقیب و آزار در تاکسی نسبت زنان و دختران اساساً به طور شفاهی به مثل سوالها و پیشنهادهای ناخوشایند صورت می‌گرفته است. زنان و دختران در این گونه حالت‌ها چی پاسخ دادنشان را نمی‌دانند و تا پایان سفر معمولاً خاموش بودن را افضل‌تر می‌دانند. ولی بعضی دختران گفتند اکثر وقت رانندگان تلاش با ناشناس شدن را می‌کنند و بعضا وقتی جواب رد رو میشنوند در این ماشین را قلف میکنند. بیشتر پرسیده شده ها اقرار شدند که بعد این حالت ها از مردان و فرمایش دادن تاکسی حذر میکنند. 2% زنان گفتند که برای کمک به روانشناسان حتی مراجعت کردند. ضمناً در تاجیکستان در یک سال اخیر 10 مرد اساساً رانندگان را برای آزار و بدرفتاری با زنان مجازات کردند. از جمله ریاست وزارت کارهای داخلی خبر داد که هفته گذشته یک ساکن 24 ساله شهر دوشنبه را برای گپرتویی با جرم میده‌باشی به مبلغ 406 سومانی جریمه بسته است. به قول منبع خوشبخت بابو بیکوف روز 4 دکبر با ماشینش یک جوانزن را تعقیب و با الفاظ قبیح آزار داده است. چند روز پیشتر از این دادگاه راننده 30 ساله را که در دوشنبه به شاعره توجیک ادیبه عزیز در افتاده و نسبتش رفتاری دغلانه کرده بود به 5 روز حبس مأموری محکوم کرد. شرکت‌های سیاحی تاجیکستان میگویند که با توجه به وضع فعلی با احتمال زیاد نرخ امساله حج عمره بلندتر می شود. نماینده شرکت سیاحی رسول که مسئول انجام خدمات عمره است گفته است سفر نخستین زایران تاجیک در آخر ماه ینوری سال آینده در مد نظر گرفته شده است، ولی نرخ سفر حج هنوز معلوم نیست. انتظار می رود با در نظر داشت طلبات رعایت قاعده‌های بهداری و فاصله اجتماعی در شرایط پاندمی به هواپیما و اتوبوس مقدار کمتری مسافران راه داده شوند و بناهن پول جایهای خالی نیز از حساب همین زایران گرفته می شوند. همچنین به گفته نماینده این شرکت حکومت برای زایران تاجیک واکسینه می گیرد که پول آن نیز به حق سفر آنها جمع خواهد شد. باید گفت از تاجیکستان سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره سفر می کنند.
دوستانی کل روسیه به سنجش سبب‌های بالوروی نرخ مواد اولیه خوراکواری در این کشور می‌پردازد. این هم در حالی است که ولادیمیر پوتین به هیئت حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع نرخ و نوای خوراکواری را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومتی گفت که در سال جاری نرخ شکر در روسیه 71%، روغن رستنی نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. مردم برای خریدن مواد اساسی پول ندارند. شما کجا رو نگاه دارید؟ خطاب کرد پوتین. پرزیدنت روسیه افزود بالوروی نرخ به علت اقتصادی است، نه پاندمی، و باید حکومت این وضعیت رو در نظر بگیرد. بالوروی نرخ در روسیه به بازار تاجیکستان هم به اثر نماند. اگر ماه قبل برای مثال 5 لیتر روغن آفتاب پرست تولید روسیه رو در بازار 57 سومونی میفروختند، حالا قیمت آن از 95 تا 115 سومونی بالا رفته است. نرخ 1 کیلو شکر از 6 سومونی تا به 10 سومونی رسیده است. برنامه جهانی غذا که قیمت‌ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراکی را مشاهده می‌کند، در یک گزارش در آخر ماه اکتبر گفت که بالوروی قیمت‌ها به افزودن نرخ انتقال محصولات خوراکی از روسیه و قزاقستان می باشد. دادگاه نهایی سینا یک ساکن کشور را برای نقض قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم 5800 سومونی جریمه تعیین کرده است. به قول دادگاه طبق مقررات بند قانون توی دامادی و عروسی با آراستن ضیافت برای تا 150 نفر از حساب هر دو جانب گذرانده می شود، ولی شهروند کبریو صدیقه علاوه با شرکت بیش از 30 نفر با آراستن دسترخوان در 3 خانه به مردم ضیافت داده است. هرچند کبریو صدیقه گفته است از نوفهمی مهمانی برزیو دعوت کرده است، ولی با این هم موظف شده است که پول جریمه را پرداخت کند. بنا به امور رسمی در 6 ماه اول امسال 322 نفر برای رعایت نکردن قانون تنظیم جریمه شدند و یا تنبیه گرفتند. برخی از این پرونده ها سبب گشتند که حقوقشناسان نیز از نقض حقوق ساکنان صدا بلند کنند. برخورد گوناگون به صاحبان توی مرکه ها از جمله منصبداران که دایر به مراسم های باشکوهی آنها گزارش زیاد نشر شده است، باعث بحث‌های طولانی در مطبوعات گردیده است. وزارت تندرستی تاجیکستان 13 دکبر گفت در شبانه روز گذشته 38 مورد گرفتاری به کرونا ویروس نو آشکار شد. در عموم از آخر ماه اپریل امسال تا کنون بیماری همگیر به 12704 کس سرایت کرده است. به اطلاع رسمی 88 نفر از کووید 19 جان باخته، 12133 کس شفا یافتند. مقامات از این بیشتر جزئیات نمیدهند. منتقدان با امور رسمی با شبهه می‌نگرند. به باور آنها آمار واقعی بیماران و تلفات از کرونا ویروس به مراتب بیشتر می باشد. برای آنهایی که درباره پروازهای چارتری دانستن می‌خواهند معلومات می‌دهم که امروز طبق جدول تصدیق نموده مقامات تاجیک و روس از روسیه به تاجیکستان 5 پرواز چارتری در نظر می باشد. 3 پرواز از مسکو و 1 پروازی از سنت پترزبورگ و قزان به پایتخت تاجیکستان صورت می‌گیرد. فردا نیز 5 پرواز در نقشه گرفته شده است. مسافران توسط 3 پرواز از مسکو و 1 پروازی از قزان و ایرکوتسک به دوشنبه انتقال می‌یابند. و باید گفت که بینندگان عزیز، هرچند شرکت سومون ایر اعلام کرده است که نرخ بلیط ها 395 یورو است، ولی بعضی از مهاجران گفتند بلیط ها با قیمت 450 470 یورو فروخته میشوند. و برخی از بینندگان ما درباره نرخ پروازها از روسیه به قرقیزستان پرسیدند. بلیط ها از 13000 روبل روسیه آغاز میشوند. بینندگان عزیز، پروازهای دائمی بین این دو دولت تقریبا هر روز از جانب شرکت هوایی قرقیزی و روسی صورت میگیرد. بعد 4 دکبر علاقه اون شهروندان تاجیکستان که نو بسته که شهروندی روسیه رو دارند یا نه میتوانند طریق اوش از روسیه به تاجیکستان برگردند. دوستان عزیز، فردا 15 دکبر مهلت قرار ولادیمیر پوتین درباره دادن سبوکی‌ها به مهاجران در زمان پاندمی به پایان میرسد. تعدادی از شما به ما نوشتید که تقدیر حجت‌های شما یعنی پتنت و رجیستراسیون چی میشود. باید گفت مقامات روس وعده دادند که این قرار پرزیدنت روسیه تا 3 ماه آینده و یا حتی احتمالاً تا تابستان سال 2021 دراز کرده میشود. در این باره علاقه تصمیم گرفته شده است. حالا ما منتظر آن هستیم که کی رسما در این باره مقامات روس اعلام
میکنند. اگر مهلت این قرار دراز شد، طبق آن نهادهای حفظی حقوق به اخراج مهاجران حق ندارند و آنهایی که کار نمیکنند به گرفتن پتنت ضرورت ندارند. یا در صورت تمام شدن مهلت ثبت اقامت یا خود رجیستراسیون، حجت مذکور در قلمرو روسیه دراز کرده می شود و اگر شما در خاطر داشته باشید پیشتر برای این کار گذشتن از مرز ضرور بود. خب اگر امروز و فردا در رابطه با این قرار خبری نوی شد، ما برایتان حتما خواهیم گفت. قدرتبек Элчибеков دانشمند توجیک در گذشته است اتامیر خوجه معاون رئیس اتحاد ادیبان 13 دکبر در فیسبوک نوشت که او را در آرامگاه سیاسی شهر دوشنبه دفن کردند. سبب رسمی مرگش اعلان نشده است. الچیبکوف در مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار میکرد و زاده نویای شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان بوده. در موضوع سلسله مراتب روحانیت در مذهب اسماعیلیه رساله دفاع کرده است. از سال 1977 تا سال 1980 در ایران همچون ترجمان نظامی و سال 1983 تا 1986 در افغانستان به فعالیت پرداخته بود. قدرتبek الچیبکوف 6 فصل ناصر خسرو را در سال 2003 و با همکاری دوست محمد دوست متن کامل کیمیای سعادت امام محمد غزالی را در سال 2008 در 2 جلد به چاپ رسانیده بود. و همان گونه که گفتم یک اعلان به شما مهاجران عزیز داریم. خب سال 2020 رو بسیاری ها سال بعد نمیدن. آن برای شما مهاجران چه خیلی گذشت؟ در کرانتین، بیکاری و بیپولی، راههای بسته، بلیط‌های قیمت همین گونه بود یا اینکه سال بهبودی هم داشت؟ شاید درباره یک سال حیات خود چی گفتنی دارید و میتوانید در این باره صحبت کنید. خواهش میکنیم در تلفنتان یک ویدیوی کوتاه ثبت کنید و برایمان فرستید. جواب به یک سوال: احوالتان چه خیلی بود و سال 2020 چه خیلی گذشت؟ بی‌صبرانه انتظار ویدیوهای شما خواهیم بود. نوارها را نشر میکنیم تا منظره عمومی را همه ببینند. شاید کسی هم به کسی کمک کرده است. نوارها را به رقم واتساپ ما +420 725 602 213 فرستید. و بینندگان عزیز، چون معمول فرصت است که برای شما قرب اسعار خارجی رو اعلان میکنم. بانک ملی نرخ $1 رو امروز 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو رو 13 سومانی و 70 درم تعیین کرده است. قرب روبل روسی نسبت آخر هفته گذشته 20 درم بیشتر شده است. امروز از روبل روسی 153 سومانی و 50 درم قیمت دارد. این چند خبر تازه بود که من خواستم در این ساعت برای شما بگم. با خبرهای بیشتر از این شما رو در برنامه خبری 3 ساعت پس منتظریم. خود را احتیاط کنید، با ما همکاری کنید و روزی با براری داشته باشید.